من تلفنم رو در ماه رمضان با ساعت میگیرم. من به مغازه و به کوچه در وقت معین یا میروم یا نمیروم. این ماه عبادت من است. من خیلی با همه مشغول بودم، این ماه باید با عبادت خود مشغول شوم. این گونه باید نقشه داشته باشه، این گونه باید برای رمضان نقشه داشته باشیم تا پروردگار به ما رمضان را با عبادت هایش برساند. خیلی ها هستن از اول رمضان بیمارن، همین که رمضان داخل شد ای فشار من پس شد و روزه گرفتن نتوانستم، فشار من بلند شد، نمیدونم چیزی دیگر شدم، نمیدونم چیزی دیگر. شاید نیت هایشان خالص نبود که پروردگار نرسانید، شاید نقشه برای رمضان نداشتند، شاید اصلا از آمدن رمضان خوششان نمی آمد. عزیزان نیت ها رو خالص کنیم. اللهم بلغنا رمضان و بلغنا طاعتک فی رمضان. پروردگار به ما رمضان را برسان و عبادت هایت را با بهترین شکل انجام دادنش را در رمضان برسان.